سلام، وقتتون بخیر باشه. میخوام داستان بارداری این خانم عزیز رو که با من پرونده تشکیل داد رو براتون بگم. دختر من 36 سالش بود و 14 سال پیش یه بار بارداری رو تجربه کرده بود. بعد از اون 2 سقط داشت و سقط‌هایی که توی 6 هفته قلب تشکیل نمیشد و منجر به خونریزی میشد. میگفتش که این 2 سال آخر دچار یه خونریزی خیلی شدیدی شده و بعد اون خونریزی ها دیگه پریود شده بود در حد چند لک. ایشون با من استرس ضبطش رو شروع کرد و ما تدابیر استرس ضبط رو برای ایشون گذاشتیم، اما ساعت خواب درست، غذای درست، تحرک مناسب، ماساژ ها، بادگش ها و به صورت منظم از طریق سونو و آزمایش چک شد. لازمه ذکر کنم که ایشون مشکل تیرویدی هم داشت که تشخیص داده شد و داروهای مناسب براش توسط پزشک غدد تجویز شد. مشکل دیگه این خانم استرس بود که هم خودش برای خودش درست میکرد، هم اطرافیان براش ایجاد میکردن که ما خیلی از نظر روحیشون رو حمایت کردیم تا تونستن از نظر روحی به یک ثباتی برسن. موفقیت‌های درمانی که با ایشون داشتیم این بود که اول از همه تیروئید تنظیم شد، پریودها منظم شدن و با حجم قابل قبول. از اونجایی که فولیکول‌های رزرو برای ایشون کم بود، طبق تدابیری که داده شد باعث افزایش این تعداد فولیکول‌ها شد که توی یک جایی از سونو اشاره کردن که این خانم حتی PCO یعنی یه عالمه فولیکول ریز داره که این معجزه اصلاح سبک است. در یک جایی از مسیر اصلاح سبک حجم تخمدان‌ها کوچک شده بود و FSH بالا رفته بود که تدابیر مورد نیاز رو دادیم به این خانم و حجم تخمدان‌ها نرمال شد، تخمک گذاری صورت گرفت و بالاخره امام رضا علیه السلام هدیه‌اش رو به این خانم هم داد، همونطور که در دل این خانم یک نوزاد پسر میگذشت. ما متوجه شدیم در سن 18 هفته بعد از سالها صاحب اولاد پسر هم شده. نکته مهم دیگه این بود که خیلی باید به عفونت‌های واژینال در مسئله ناباروری دقت بشه. هرچند این خانم مشکلات دیگه‌ای هم داشت، اما یکی از علت‌های در واقع دیرباروریشون همین مسئله عفونت بود که خدا رو شکر ما درمان درست رو براشون گذاشتیم و این مسئله هم درمان شد. در ادامه داستان باروری ایشون رو براتون میذارم که خودشون نگارش کردم. امیدوارم هر کسی دچار مشکل ناباروریه، دچار مشکل دیرباروریه، بتونه با اصلاح سبک فلورا به خواسته قلبی خودش برسه. این راهی هستش که تو رو به بدن سالم میرسونه و بدون هیچ آسیبی بهت تو رو میتونه به مادر شدن نزدیک کنه. اگر شما هم با مشکل دیرباروری دست و پنجه نرم میکنید، در اینستاگرام دایرکت بهم پیام بدین.